دوستای عزیز سلام، خوبین؟ جان جور بخیرین؟ در کنار خانواده انشالله که جور و صحتمند و سر حال باشین. دوستای عزیز خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه های از ما. دوستای عزیز انشالله که مور همیشه مثل فعلا که مور حمایت دین، انشالله که مور همیشه حمایت کنین و چینل هم اگر لایک سابسکرایب نکنین لایک سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی را بتونین گوش کنین. اما کوشش نیم که بلشیم ویدیوهای قشنگتر، جالبتر و ویدیوهای از کارهای روزمره در طول روز چی کارا انجام میدی و چی کارا مونی بلشیم ویدیو تهیه کنی دیگه. دوستای عزیز تا آخر ویدیو قنقیزم باش. خب دوستای عزیز آتیم هم از بند در اونجا کار نه سر کارم مونده، اینی منه که مو کار میکردی اینی منه رفته دیگه پوش ازی منده کیر به اصطلاح ماک شو کنی پوش کنی و کاگل کنی تا پیشتر ما ولی اونجا کار میکردی دیگه. دوستای عزیز بیگای روز ساعتم 6 بجه، آفتابم در پریدوی دیگه کم کم که آفتابم بپره. دوستای عزیز این بگاه آبی میزیا در نظرم قصر پیرکی آبی پخته کنه یا در اصطلاح شهریا که مو آشک یلتا مو مثل مزو قدیم ولی پیرکی آبی پختن این بگاه. دوستای عزیز جاشم خالی پیش خانه و دور بر خانه اینجا کم وسیله تیده دیگه. موقع کار گلکاری و رقم کار دیگه. دوستای عزیز دوستای عزیز اینیم از لیسه سنگجوی لومان، اینیم از حسینیه سنگجوی لومان و اینجا هم کسته سرخاگای سرقبرای خدا امواد همه ما و شما را بیامرزه، راهش شاد و یادشان گرامی. خب دوستای عزیز باش ما اینال برم در کل خواست سال کنم که آبه میزا آقه میزیا چیز کار منه و چیز کاراک ده. خب دوستای عزیز اینجا امورتم که هوش نین فعلا حالا را قیلنه دیگه. یعنی منم آبی هم کسته به اصطلاح موارد که خمیر کده و اینا خمیر شده اموره پچک منه و قنجقی اینجا چو گاز میزنه تا زیر مو اندازه پیرکی آبی یا همزو آشک اندازه همزو ریزه کنه و باز دوباره موقعی که آرمار پیرکی جور که دالاب شده باز پور که دزو هم بلیش ویدیو میگیری دیگه. اینی جنگ هسته پیاز روغن سرخ شده اینا آر تبلیش شو کده که آری پیرکی جور کنه. دوستای عزیز جایشون خالی دیگه، اینجا بودیم با هم نوشیدن میکردیم مخوردیم دیگه جایشون زیاد خالی. دوستای عزیز بیننده ویدیو باشین که مو تا از دیگه مرحله هایشم من بلدشیم ویدیو بید. جایش میده قیمه
خب دوستای عزیز امروز که گوش منین دیگه مو پرکی آبی میگه بایر نه؟ پرکی آبی باز یا ریزه جور نه دیگه. البته دشار بیشتر دیواجه باز یا ریزه جور نه دیگه. او را آشک جور نه لوبیا قنجقش پختنه دیگه. ماس شیونه از مو کسته ماس هم دست دخانه از مو دیگه پرکی آبیه مثل که بطن هلی فرق نه یه جن ما والا بشه دیگه. فقط پوشایش کچه دیگه این بگاه جایشم خالی پرکی آبی جور نابه مزیا دیگه. اینجا نازگول آلافش قیلانه آلافش هم به اصطلاح وطنی کرپی عشقه یا پیازی تره. خب یک زاله شیراز شد و گرد گرد قیچیک دیا این دومیش پچک منی جور منی ها. خب باش برم که پیاز روغنش اگه پسل کنم که پیاز روغنش هم بله گاز بود که پیاز زرد شد نشد. خب این پیاز روغنش هم دیگه قابویه که زرد شنه آره پرکی برم چه خنجه غیزی نه؟ خب دوستای عزیز نالم کسته پوشای پرکیر جور نه نابیم آو میزنه دیگه پور نه دیگه. دوستای عزیز یک سلام هم از طرف از ما خدمت تمام شما دوستای عزیز که ویدیو رو سیلنین دیگه. این بگاه که سابی هم زیر پرکی آبی پخته نه دیگه جایشون خالی دوستای عزیز دیگه. دوستای عزیز تا آخر ویدیو قدرمو باشین و چینل هم لایک و سبسکرایب کن. اینه دوستای عزیز نالم کسی پرکیار پور ندیه اینی هم والافش آماده شده. اینی چندن پرکی پور شده دیگه تازه شروع کن. بابا یا لافزی پرکی چه خلاصه؟ لافزی بچه کرپیش قیر پیاز گندی نه بابای پرکیر دیدگاه پختنه خب دایی دیدگاه آینی یا دایی که جرکته اندمی آینی بچه قدر کچه نه؟ جاییم شاید؟ مال داغ نیا بای؟ آشکارم باید میشه کنم خواهی چیز؟
رای مالا موری بر مالا آمد. خب دوستای عزیز مرحبا که بیننده ویدیو هستین. دیگه ما یکم کار داشتیم ولی گفتم تو برو ادامه ویدیو رو بگیر. دیگه نمیفهمم که چه رقم ویدیو آمده. این حالا ما بیم دگلی رو منشی آو سرک ده ارده اینجی ده دیدگو گیاهوشی جوش باید تا مو پرکی آوی یا شکر بیریم پرتاو کنیم جوش بخوره و پختش نه آمادش. چطور داود دیدگانی قد بلوک جرد دینا بینشتی؟ بخدا کچه؟ بلده دگلی ریزه نه؟ بلده دیگ کچه برین میریش کنی نه؟ یه آره دوستا عزیزین دیدگم کسته دیگه یا کسته آماده ده بازار دیگه اول بلده راحتی مردم تمام چیز جورشته. دیدگم سیار آمدن میری میلی دیگه آو جوش بدی دیگ میکو او دیدگاه دیگه بلده یکان وقتایی که یک نظر مزر ایمان باشه و دیگه کارا باشه انجام میدی. خب نگره داخله؟ خیر کنی خیر کنی. خب دوستان عزیزم ما خون کوشتیم دیگه اینجا روشنی روشن کردی موسیزه حالتا دیگلی کسا چیه دیگه گیل ملده که سیاه نش نقدر یک زمان نگیم که قدر دیگلی سیاهه. خندان دیس خپل نگره گرفتی؟ آفرین. کجا مری حال بایسکل دوانی مری؟ نه در پیش خانه. تو خطا نشنی خواه؟ خب دوستا عزیز ما خونکوش نینی منم اقزگیل قلبیل کده یکی قلبیل کده از خاطری بامکاگیل دیگه فعلا کمبوتی آو زیاده یختا آو ما باید خوب پریمو باشه که گیل میل کا گرد کنی و آو بگیری. سکار نیلی؟ دود نه نگره دیود نگره بایسکلش نگره نه که بایسکلش چیم نشن نه؟ آفرین. نگره تو که کنجا داخل ماغل خطا نشن تک را میگردی در تیز نره خواه؟ در رای موتر نره خواه؟ آفرین. چطور شده بای؟ دوستا عزیز آتی ممنون به شدت کار منه بارم که بود تعطیل کنید بس خوچی که اونوش دوباره اونجا تمیز منه و با هم خلاص یک کاگیل بلیش من دست با کاگیل کنید دیگه خلاص. خب دوستای عزیز ما هم که بوشنین آوام دیگه جوش کده او جوش مخره دیگه نیاش که آماده آبیم خندان و کسبور بیرو که نیاش رنداز کنی.
بری که ای خدا جان نه خب دوستای عزیز، این آلافشم که پورمونه دیگه خلاصه دیگه، یعنی تقریبا یک دنه دو دنه دیگه پور کنه دیگه خلاصه دیگه. اینیاش هم دیگه کیون جوش خورده پختهش آورده خانه، یعنی یک پتنوش منده اینجی. دوستای عزیز بیننده ویدیو باشید. خب دوستای عزیز، این پرکی هم پختهش دیگه، نمو آورده که بخری دیگه جایشون خالی دیگه. شیر هم هست دیگه، بینزی کس روب هم هست، روب پیاز روغور اینا رو مورده که بیخ بخری. دوستای عزیز، ما کن که ویدیو روش کردیم یا ما امروز آبه مزیا دیگه زحمت کشته پرکی آبی یا به اصلاح شما مو آشک دیگه. تا مو طبق مو رواج قدیم دیگه پرکی آبی پختک ده یقدر ترتیبات نداشتیم. چیزی که دسترس از ما بود دیگه، از بازار مازارم دوری که مخصوص سبزی بیری دیگه فعلا جاشون خالی دیگه. ما اینش رو که مخری دیگه شما بودن پنجغز ما یک جای نشان میکردیم که انشالله که جور سلامت باشین تا ویدیوهای بعدی. خدا یار نگهدار.